پس خوش نصیب هستی، الله تو را دوست داشته و تو را انتخاب کرده به خاطر از اینکه تو از این حدیث با خبر شوی. عزیزان ما، میخواین که رزق روزی شما زیاد شود، در کاربارتان برکت پیدا شود. یک بار یک صحابی در نظر رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی من بسیار خراب است، چی کار کنم چی کار نکنم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که همیشه با وضو باش که با وضو بودن رزق انسان زیاد میکنه. سبحان الله. دوستان ما، خیلی فایده ها داره انسان که با وضو همیشه با وضو می باشه. دومین فایده وضویی است که انسان وضو داشته باشه، شیطان از او میترسد و فرار میکند. و سومینی است الله متعال با او محبت میکند. و چهارمی است فرشته ها امرای از او محبت میکنند. و پنجمین فایده ازی است انسان وقتی وضو داشته باشه، اگر مرگ بالای از آمد، یکی از درجه شهادت به خود میگیره. سبحان الله. دوستان ما، این ویدیو را برای عزیزانتان شریک بسازین. اگر به این ویدیو عمل بکنن تا روز قیامت برای شما صدقه جاری است. سبحان الله. دوست ما، یک لحظه ویدیو رد نکن، برای تو فایده